سلام و درود بی پایان به مردم سربلند تاجیکستان عزیزم. خب چی گفتنی هستم؟ بابا چی پرابلما داره؟ چی گپ گفته است؟ نه برای کامنتار نایسو گفته بودم یاد 3 4 5 ویدیو پارتون وزیر با چی تما میکرده باشه. اوه بچا یریش در قبرستون سفید کردم اونو خوی. هر یک لحظه هر یک تما میوم گپ زنم. بابا زیب نمیتیا، بابا تو برا نماز بخون بابا. والله قسم هم الله پاک نم سخن در جواب میگم اینم الله پاک نظاره داره مرا و ترا. خب یک ویدیو پارتوفتم من موزر یوتیوب دا پارتوفتمش ساعتی 4 گذشت 4 شب گذشت برامو چند بار خور رفتم خیستم که میزگره نمیزگره گذشت با پارتوفتمش برفت ساعت 4 شب خیلی بسیار جدا خواه مردم خیلی امریکا دا خواه نیستن ممکن مردم تماشا کنه یا که اگه آدم شب زنده دار ممکن تماشا کنه. ای بابا مینبری ایو یوتیوب دا ایو ویدیو پارتوی تا نماز تهجد نخوندی؟ تو زیر کامنتر من نویسی نامحترم تو هیچی نمیگم ترا خدا هدایتت کنه. در عمرم یک شب 2 بار خیستم نماز تهجد نخونده بودم. همین شب خیستم 2 بار نماز تهجد خوندم برای که ویدیو رفته ایسته بود نمیشه شب پارتوفتم در ویدیو 2 بار نماز تهجد خوندم. الله پاک شاهده خودش تو گه میزنی هر چی آخی چیزی گه میزنی فردا روزی قیامت برو پرو با سخن میکنیم برای گپ قبیحت برای گمانهای بدت. یعنی که ویدیو نگذاشت میگافون کو میگافون ایت مرده کسی و نیستی شرکتی میگافون کیه نمیشم شرکتی میگافون کیه شما زیر کامنتر بنویسین مخلصا بنویسین که همین گجوده هم کلونه که هم ششتگی که در اون استالی کلون ششتگی هم خیلی داره کت میکنی بعد چند کس میآید بعد میگیره پیشمو براما کیه وای شرکتی میگافون ای انصاف داری نداری تو پول کو میگیری ها پول اوشید میکنه وای ای بچه یا ویدیو 10 مینوته را کو 2 سوتکه میپرتوی مویه 2 سوتکه میروا خیلی انصاف داری ندارین شما نوشگیری همه انتنوتون نوشگیری همه انتنوی که موندگی نیستیه که خدای سری قوری بابوتای چیه او خیجده و چون میگافون نیست پلا تو میگیری 1 سکند اگر دیر شود جرینگ مشتری پلا بسپور که جونم برمده ایست که کشلوکم به پل مونده که پلا بسپور گجوده هم شما گجوده بانم خدا قسم بنایسن من برام پیشم کاموش اینا بتر میگافون متر گاب زده ایستن کی نمیشم کی نخیم یگم آدم بدگی سن یگم چی بدگی نیست خو حضرت ازروی نیست که جون برام جون بگیری دارم کی تو کم تر با همی خلق همی رحم خوردن در کره خی شرکتی میگافون ما درباره دیگه چیز سخن کردنی بدم اینم گپ بود دیگه چیز رفت خی پشت دست بگی ویدیوی شیره و شربت داری با بگید میکنم فهمیدی شرکتی میگافون ترا میگم که وحدت کالخوزی گلیستان جماعت دهات گلیستان قشلاقی دههای قلعه گلیستان انتن نیست بگو ما چیکار کنم شگری انتنوتونا ما گپ خبرتونا جرین سابشنی میاد 100 تا سابشنی میبیا درو بیا گم دیگه تو نکن. خب بعد چی گفتنی هستم نوشگیری همین کامنتاریش موقتی کامنتاریش سر وایرون میشه نماز بخون تهجد بخون در عمرم میرم شب خیسم 2 بار تهجد خوندم یا بار تهجد خوندم ویدیو نرفته میگه بعد 3 ساعت وای میشه مزگره با خور رفتم با خیسم که 1 ساعت خوام بوده خیسم با خیسم چیکار کنم خیلی جدت کنم با خیسم با تورات کنم با نماز تهجد خوندم شما رو چند تا بگن با بی نماز میخونی نمیخونی پادلایی گور ایت بیا رفت که قطعی هم کمتری تو. خب بعد درباره چی سخن کردنه درباره 2 شخصیت 2 بلوگر یکی برادر عثمان یکی برادر ظفر برادر تیجی حدود در شبکه‌های اینترنتی فقط دشنام حقارت 2 کس جنگ جنجال دارن و زیر کامنتاری او چی می نویسن
زیر کمیتری اون می‌نویسن که اگه با پیش با تو یادش باردور که زیاد شده خیلی موجود میکنیم کنی چخیل اتیاد میتی خیلی چخیل اتیاد میکنی کنی کی جنگ کی شپوشاب کی پابدید میکنه کی شما چاپ زنی کی دو توجیک جنگ خورده شرم نمیکنه شما عقل فراست داری قدیم کمیتریو می‌نویسن دیگه تو عقل دارین میخواین که هم دکاس با جنگ کنن جنجال کنن گوش کننده این دکاس کو جنگ نمیکنه این دکاس کو شهر مردای وطن خیلی میارن بینی با بینی اشتیشون میدارن من میگم ترا اشتیشون میدارن با اینکه بخشش باید بخشی بپسن خلق ای خلقی سربلند توجستانم هر دش باید بخشش بپسن خیلی نور کنی ای خیلی اتوی چپکه البته من یکم چه پس نمیزنم هر دش با ما رو برادر هر دش هم میشناسم هر چه ما یه وقت اتوی چپک کرده بودیم هر دش هم من نقض میدونم هر دش کیان توجیک خدمانه نیستن توجیک خدمانه هر دش کیان هر دش مسلمان خدمانه نیستن مسلمان خدمانه هر دش شیر بچه های می وطنی خدمانه نیستن شما چی بردار کسیم چی خیلی کمی تری نیستم دیسته فقط وجودی از سه چهار کس گفتهستن که به اشتی کنه اشتی میکنه بخواهین نخواهین اشتی میکنه شما ویدیو خوب کنه این خیلی نیست ای یوتیوب ای پدری تمون دگیه پدری ممون دگیه پدر دیگرون مون دگیه کسی میخواد سخن میکنه خلق دستگیریش کنه میکنه دستگیریش نکنه همون سایتش هم خیلی ممبره میره چی پراسموتور رو میگیره نکنین خیلی ویدیو بوبیگی تا گوش کنی فهمیدی بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش چو یک گهورند چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار چی گفته حضرت سعدی عضوهای ما نیستن شما عضوهای ما نیستن تاجیک ما نیستن شما دنیا ما و شما رو تماشا داره میتونه دنیا تماشا داره دو تاجیک جنگ کیسته شما با بردار کیسته بزنه یادگرش جنگ کنه او سالو گذشت برفت آدم جنگ میکرده گیره میدونی آدم جنگ میکرده گیره میدونی چیکار میکنه پروست نمیگم که اشتی کنیم دوست باشیم برادر باشیم فهمیدی یا نوروی کنه که دیگه مردم بگن که ها حقیقتا توجیکا رو میتونستن نور کردن خودمون رو پس بزنیم این کامنتاری رو اهمیت نده این کامنتاری یا بابا دیوتو کو همو قد می نویسنش همو قد نفرت میکنن کی همو میکنن کی کیان و من نمیشناسم اصلا نمیشناسم شون اصلا باب میگم بیا شناس کیان بیا گردن چی خصومت داری تو نیستن اخی ای خدا شرم کو تو کامنتاری قبل نویسوندن سبحان الله بگو استغفر الله بگو تو یک کمیتر قبیه اینه یک تو دا فایده داره چی اگه تو مرا دولینی کردی تو مرا ایوتوب اگه بایم کردی برطرفم کردی خب چرا جمع فهمیدی خب یک شیره و شربت دار کرده یک چیزی دیگه میگم که خب برادرها در دوره حضرت موسی خب هارون دادر حضرت موسی بود خب معاونش بود وقتی که حضرت موسی با کوه تور سینین میره راز نیاز به الله پاک میکنه قومشه با کی میمونه با هارون دادرش میگه که خیلی قوم تو مدنی مرا وای که نگاه بینشون که میبیاید این دیگه قومش گمراه میشه شیطان میدوره در مبین قوم شیطان میدوره قوم گمراه میکنن میگیرن خیلی جمع گیر میکنن همه زر زیوره یک گوساله میسوزن گوساله پرست میشون قوم حضرت موسی گوساله پرست میشون حضرت موسی میبیاید که هارون خوبه کرده گوساله پرست شدن همه گوساله پرست هندیوز گوساله پرستی هم دوره مونده به فکر گو پرست میشون کو بت پرست و گو پرست خیلی بعد حضرت موسی بیاد دودار شد میگه که تو خیلی کردی و خیلی گفته قومی تو یا تو کمتر وای میکردن گوش میکردن من گوش نکردن گفتم قریب بکشنم گفتم گوساله پرست شدم که اساسیاسیون بلوگرای توجیک با خجیا تو قطر اومدی که بلوگرها چیکار کردن
بگی مسئله بلوگری را بینوخی بگی بی انشاءالله با امر خدا رئیس اساسیاسیون بلوگر تاجیک بخجیان مرده که زوره انشاءالله با امر خدا اینها را هر شب آشتی می‌دارم انشاءالله با امر خدا با نوارهای خوب و خاطرمان با میکنیم انشاءالله زنده و سربلند باشه با شما کی بود هم بابایی که پاچش دلوی گوره میگه بم بریم برای کو یک مجده داریم که یک حضرت عزرائیل میبیاد جون ما رو قبض میکنه نه که دو بار نماز تهجد خوندم در عمرم در یک شب